بچه‌ها فقط اگه میخواید ارزش یکیتون رو بدونیم فقط لازم بیاین تو گوگل سرچ کنین تخمین کلش اکانت کلش آف کلنس. بچه‌ها واسه چنل برای دوتا گیم یعنی هم کلش هم فری اسم ویدیوی بلند در مورد فری ویدیوی کوتاه در مورد کلش باشه. بچه‌ها وقتی که اینجا بیاین میاد که تون چنده من زدم 4 تا همین که اطلاعات اکانتتون من زدم اطلاعات اکانت خودم وارد کنم هر کی اکانتش فرق. بچه اگه اینجا نفهمیدین گفته که کی اسم تو وایگان عوض کرد تو چه مکس 14 سپیشل وکس بیله هاتم این چیه؟ این ساختمان دفاعی بیله هات نیست. لاباتوم هم 14 گیمی مکس بیله هاتم 8 مکس تعداد هیروها 5 کینگ هم 65 کوین همون ملکه 78 مینیون پرایتن چین پرنس فرق 60 این لیول چیمه؟ واردن هم اگه شما کنم 53 دویل چمپین هم مکس دان حالا خودمه قیمت یک بچه در مجموع 1930 یعنی قلیمی از حالا میتونه شده این دیگه بگین که آیا میارزن تو اینجا بخوایم مثلا میتونی ثبت کنید اگه بخوای اکانت تو بفروشید. من بچه نمیدونم اینجا معتبر هست یا نه من دیگه نمیدونم اگه بخوایم بفروشید من به اینجا نمیدونم معتبر هست یا نه ولی گفتم اینکه چه که خواستیم بیاین اینجا فقط لازم تو گوگل سرچ کنید. و در مورد فری فایر اینا نه فری فایر تو واسه بقیه شده واسه اینجا میام در مورد فری فایر چی هست مثلا نه هرچه این از این تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.